در تاجیکستان موسم جمع‌آوری پسته رسما آغاز شد، ولی در جنگل پسته‌چینان دیده نمی‌شوند. شاخ درختان پسته خالی از حاصل است، چون پسته را پیش از مهلت غون کردند. این در حالی است که موسم جمع‌آوری پسته از دهه دوم ماه اوگوست سر می‌شود. امروز منطقه اینجا آرام است. ظهوربک شریپوف نگهبان 300 گکتار پسته‌زاری وادی وخش است که میگوید مردم دیگر منتظر پره رسیدن حاصل نمی‌شوند. پسته چینی آغاز می‌یابد، به همگان معلوم است که اکثریت زیادی مردم کوهستان بیکار است. یگانه همین منبع درآمد خواجگی اویلش در همین جمع‌آوری میوه پسته باشد. در یک خواجگی 10 نفر را برای جمع‌آوری غیر قانونی و پیش از موسم جریمه کردند که این عدد در سطح ولایت زیاد بوده است. با رسیدن پسته و اجازه رسمی، ساکنان می توانند حق جمع‌آوری پسته را پیدا کنند، ولی حاصل جمع شده با خواجگیداران برابر تقسیم کرده شود. چینی چه غیر قانونی بود از طرف دهه‌های سنگتوده، نواباد، قزان گذر و بلکدشت توی توش، همین دهه‌های هستند که در همین منطقه ما نزدیک هستند. ساکنان همین دهه‌ها منتظر نمی‌شوند. خواجگیداران میگویند که سردی بهار امسال حاصل پسته را کم کرده است. در ختلان زیاد از 80,000 گکتار پسته‌زار موجود است و بیش از 10 شرکتی است که پسته را از خواجگی ها میخرند، اما برای مقامات معلوم نیست که مالکان آنها کیستند. ما اوید خواجگی در قانون معلوماتی عمیق نداریم. بعد فروش اندازه معین دولتی را میسپارند. غیر از آن که 10% از درآمد عمومی به اگنتی خواجگی جنگل نزد جمهوری تاجیکستان پرداخت میشود. از اداره جنگل گفتند که پسته ختلان صادرات نمی شود و نرخ 1 کیلوی آن 35 سومانی است، اما مردم میگویند که 1 کیلو پسته در بازار از 100 سومانی بالاست. پسته را اگنتی خواجگی جنگل نرخ گذاری میکند. معلوم نیست که امسال چه قیمت برای 1 کیلوگرم پسته گذاشته می شود و خریداران چندی خواهند خرید.